اصلا امروز روز سیاه فوتبال ایران بود و ما تو این چند هفته گذشته تنها نگران همین بود که داورا بازی برای تیم رقیب در بیارن و علیه ما سود بزنن که امروز هم دیدیم همونجوری شد. به نظرم اون صحنه که روی آرش رضاوند خطا شد اگه برای تیم رقیب ما بود 100% پنالتی میگرفتن. همینجور که بازی استاد خودمون تو رختکن دیدیم اون صحنه پنالتی اصلا پنالتی نبود یا صحنه اخراج میدونست اخراج نکنه، ولی بالاخره کارو در میارن برایشون دیگه. و ما از اول فصل هم گفتیم این همه امتیاز داوری براشون گرفتن، فکر کنم 20 امتیاز از داورا بهشون کمک کردن. هیچ دیگه ما هر چی تلاش کردیم و تلاش می‌کنیم بیهوده است. مطمئن باشین این دو هفته هم کار براشون در میارن و این تیم قهرمان می‌کنه. برنامه شده بود. یعنی شما این حرف یه جوری سیستماتیک نشون میده یه تیمی، حالا یه تیمی دنبال قهرمانی کردن پرسپولیس، یه تیم حالا داوری یا حالا هر چیزی که هست. این حرف شما کل کشور ما پرسپولیسیه.